سنبل آبی اولین بار سال 90 دیده بود. تا اون سال خیلی هم ننیسی اصلا سنبل آبی چیه، حتی خود ذکای محیط زیست هم ننیسی. تا سال 95 که همه ورود بکنیم به هر قضیه. فراخوان بناییم، انجوان دعوت بکنیم و چندین ماه امان به هر شکلی که حالت دینیدی اما دستی جمع‌آوری کنیم. آقای مقصودی در اون زمان شهردار منطقه 4 بود. ایت پاکت از لودرای داخل آب شناور بود، از انزلی انتقال بنه تور دوستیم بخشی 3 هکتار اما پاکسازی بکنیم دست و او لودر عمله. سنبل آبی در تالاب انزلی نه بود که اما از نماینده مجلس آقای جعفرزاده بخواستیم که در مجلس نطقی بداره. آقای جعفرزاده نطقی داشتی در مجلس، خانم ابتکار تهدید ملی اعلام بکنه سنبل آبی در اون سال. تمام نهادها و تمام دستگاه اجرایی چی مرتبط چی غیر مرتبط، نیروی انتظامی و سپاه و شیلاد و محیط زیست و بنیاد مسکن و شهرسازی و زندانها بود. ذکای زندانها یعنی نزدیک 30-40 نفر زندانی امایدی داخل آب قایق ببردیدی، لودر ببردیدی، تور ماهیگیری ببردیدی، هر کی ادبات داشتی با مایدی وسط. اما سال 95 کار بکنیم هر گیاه 2000 تا بز تولید کنه و میلیون ها میلیون داخل آب بز نه، بز از سنبل آبی نه، چون بزش داخل آب به مدت 30 سال فعاله. اما اگر کلش هم جمع کنیم بازم او بزش بیرونه. 80 تا کشور درگیر هم مسئله. آمریکا نزدیک بیش از 50 سال مبارزه کننده در سنبل آبی حمله و حالا در امریکا سنبل آبی مبارزه شفدید ارتش آمریکا انجام دهنده. سم مخصوصی نه که فقط روی گیاه تاثیر نه رو آبزی، نه رو خود آب، نه رو باکتریای آب، هیچ تاثیر منفی نداره، فقط سنبل آبی از بین بره. که پروفسور یعقوبی از پژوهشکده برنج با ما صحبت بکنه، بگه آقا طالبه اینا که حداقل فرید مره ما او سم امر شما رو ثابت کنم و اما بشیم جلسه بنه محیط زیست امر بودم مورد تایید امانی. آخه شما در برابر محیط زیست مثلا استرالیا و آمریکا و ژاپن حرفی برای گفتن دارید که مورد تایید شما نیه. شما از چند سال دون چی کاری مثبتی انجام بدهید؟ تا به امروز سازمان محیط زیست کار چندانی صورت نداد در بحث سنبل آبی. الان هم دیدید که امروز زمان یک نفر از سازمان محیط زیست مدت دونو کسی نموند. اصلا دستگاه خیلی کاربرد داره. دستگاهی که الان شما طالب دارین کار کردن داره با هزینه شخصی خودش چگوده. سال 92 آقای پور مقدم از سال 92 بنده خدا 3 تا 4 تا دستگاه چگوده به سفارش سازمان محیط زیست فقط امید عکس گرفتید بابا چاچا کدی شویدی. بنده خدا دستگاه جمع‌آوری آزولا چکوده، سنبل آبی چکوده، دستگاه چکوده انا خورده کدی کیسه زی عشان بوده خبات کیسه چی بکنیم. کیسه تا آب دونم تناب دوید فکرش باوری بجود. اون کار داشتی اما قایق وقت ندیم که کیسه انا بار بزنیم. هم بهانه که شما آقای من اون مرد که حمایت می‌کنید دستگاهی که اون موقع با مثلا 500 میلیون تومان ساخته بوسی الان دستگاه 3 میلیارد تومان هزینه داره. بازم 3 میلیارد تومان پول نی برای دولت. پارسال 20 میلیارد تومان عشان بودجه بنایدی. بگفتی خودش هم 5 میلیارد تومان هزینه بکنیم. بقیه انگار برگشت بخورده. الان نه برگشت بخورده.
یا جای استفاده بکنید، اوشن باید خودشان روشنگری بکنید از موضوع سازمان محیط زیست. سازمان محیط زیست متاسفانه کمک چندانی نکرده. یعنی همین دستگاه بود به ما نگفت که مثلا آقا سال 92 همچین شخصی اومده دستگاه درست کرده، حتی اینم از ما قایم کرد. ما یه همه فریاد بعد خودشون رفتن 800 میلیون تومان سال 95 دستگاه کانادایی خریدن که اصلا خراب شده نمیتونن درست کنن. گیلان؟ بله. اون زمان 160 میلیون تومان به دانشگاه گیلان دادن، یه دستگاه درست کرده نتونست کار کنه، اونم خراب شد. وقتی که یک شخصی دستگاه درست کرد، تست کرده، عوضی یکی چند تا هم درست کرد، شما قبولش نکردید، چرا قبولش نکردید؟ حداقل می آوردید به ما میدادید تا همین طالاب اینا به ما کمک میکرد. یا طالبای اینطوری کوچیک کوچیک سمت فومن و سومه سرا خیلی از سنبل آبی گرفته، اونجا کار میکرد این بنده خدا. اصلا چرا این آقا باید مجانی کار کنه؟ میگه شما بودجه نمیذاری به سنبل آبی، چرا باید پول مقدم دستگاه درست کنه داوطلبانه بیاد کار کنه؟ بهش پول بدید دیگه، یا دستگاه ازش بخرید. یه همچین دستگاه نیازه، چون بالاخره 30 سال ممکنه ما درگیر این ماجرا باشیم. این از این وضعیت، این از وضعیت پسماندمون چی؟ تمام خیابونامون، تمام دوستامون پر زباله شده. ما 1 سال طرح دادیم به استانداری آموزش پسماند، 1 سال میخواد یه طرح تایید کنید، میگیم ما رایگان انجام میدیم، میگه من تا الان پول گرفتم برای مؤسسه. آقای فتحی اگه من نمیافتادم تو این تالاب چه اتفاقی میافتاد؟ این تالاب هم خوش میشد، مثل اون که تالاب این بغل پر نمیشد. الان میلیون ها میلیون تومان دارن هزینه میکنن لایری میکنن، همونو دست نتونستن بزنن. محیط زیست میگه مال آب منطقی، اون میگه مال منابع طبیعی، اون که میگه مال، همش میندازه گردن هم دیگه. آقا گردن هم دیگه نندازید، کار بکنید دیگه. هر کی میاد میخواد عکس بگیره بگه منم هستم. تا کی ما باید حس جوش بخوریم؟ تا کی ما باید حس جوش بخوریم؟ تا کی ما باید حس جوش بخوریم؟ با جمع‌آوری زباله یا سنبل آبی یا عجوکاران مسئولیت اجتماعی مردم رو یادآوری کردن دیدیم. هر هفته فراخوان گیم شهروند مسئولیت پذیر. بعضی از گروه‌های محیط زیستی نیدیه، انگار فکر کنید که اما وظیفه داریم فقط از کار انجام بدیم. کاری که کودن داریم در واقع مسئولیت اجتماعی تمرین کودن داریم. انکه مثلا من زد دبستان دارم تا زباله دینم یا به من ربطی نداره. ببین این کلمه‌ای که در ایران رواج داره به من چه باید از بین بشه. حدود 2 دهه زندگیمو وقت به محیط زیست و آموزش کردم در این خصوص. وقتی میبینم که در کنار همدیگه داریم تلاش میکنیم برای محیط زیست، برای حفظ محیط زیست، برای ارتقاء سطح فرهنگ در جامعه، در شهرها، روستاها، امیدوار میشم و قدرت میگیرم و احساس میکنم که تنها نیستم و خیلی خوشحالم که مؤسسه سرزمین ایدال ما در این مسیر داره با قدرت پیش میره و خیلی خرسندم که روز به روز به تعدادمون داره اضافه میشه تا بتونیم با گام‌های استوارتر پیش بریم برای حفظ محیط زیست و حراست از اون.